سلام، حالتون چطوره؟ خیلی خوشحال و پر انرژی ام چون یه آنباکسینگ داریم. چه آنباکسینگی جزو مورد علاقه ترینمه، یعنی شاید یه کوچولو از وسایل آرایشم بیشتر باشه. دیدین اینو خیلی دوست دارم. ببینید چیا گرفتم. یه دونه این عطرا با یه دونه دیگه این مدل عطرا که این عطر بیلی آیلیشه و اینم عطر لیبرا. خیلی اینو دوستش دارم، هم پکیجینگشو هم بوشو، اینو خیلی دوستش دارم. با حالی که اولین بار دارم میگیرم ولی خیلی از بوش خوشم میاد، کلا خیلی فیوریتمه. اینم که عطر بیلی آیلیشه. قرار بودش که این دو تا جفتش برای من باشه ولی میخوام یکیشو به دوستم بدم. میخوام این بیلی آیلیش رو به دوستم، تولدش 1 شهریور، میخوام به دوستم هدیه بدم چون خواننده مورد علاقه‌ش هم بیلی آیلیش، قطعا عطرش هم بدم. فکر میکنم که خیلی خوشحال بشه. حالا اینجا که کادوه من بازش نمیکنم، بریم سراغ اینی که خودم خیلی دوستش دارم و واسش هیجان دارم. واسهتون آنباکسش کنم ببینیدش. فقط این روشه، اینم پشتشه دیگه. خیلی اینطوری نمی‌کنم، سری بازش میکنم. جفتشون هم سایز مینیه، فکر میکنم 25 میلی باشه. الان میبینم بهتون میگم دقیق. این درش افتاد، ببینید، یعنی خیلی خوشگل و شیکه. چرا میگم از پکیجینگش خوشم میاد؟ چون خیلی شیکه، حس برند بودن، حس یه اصلا وایب باحالی داره. این بوشم که یه بوی شیرین و زنونه باحالی داره ولی شیرینش در اون حد شیرین نیست، یه شیرین خیلی نرمال و اوکی، خیلی در کل باحاله. این از لیبراه، اینم از بیلی آیلیش دیگه. اینا این شکلیه دیگه. اینطوری تا آنباکس‌های بعدی با من خدافظ، ماچ به کلت.